زن حق نداره به شوهرش بگوی اوف از دست تو، به شوهرش بگوی اشتباه کردم که تو را گرفتم، به شوهر خود چشم بکشه. حتی اگر زن شوهر خود را عصبانی میکنه، شوهر شب در بستر با غم و غصه و جگرخونی میخوابه، رسول صلی الله علیه وسلم فرمود تمام فرشته های آسمان تا صبح به زن لعنت میکنن. وقتی یک زن فرشته های آسمان تا صبح برش لعنت بکنه، از او زن دیگه چی مان؟ هیچی برش باقی نمان. صبح که زنکه میخیزه بسیار تبش خوش است، یک شکی هم میکشه که امشب خوب دیگه حق شوهر خود دادم. نه تو حق شوهر ندادی، قبر خود کندی، خانه قبر خود را پر از آتش کردی. مادر جان، با شوهر با دل پر از غم میره بیرون، خود دیگه رفیق پیدا کرده، دیگه اصلا پروای تو هم نداره که هر چی میکنی بکن، هر رقم میدرنگن بدرنگان. بعد از 6 ماه یا 7